And now we have a hotline from Ada in Iran. سلام استاد عزیزم. میخواهم با شما کار اغذیه‌ای را که با خانواده‌ام شروع کردیم را در میان بگذارم. تقریباً در شهریور 1400 من، پدرم و مادرم این کار را شروع کردیم. اولین بار این کار را با وسایلی که در خانه داشتیم شروع کردیم و بعد به مرور زمان با برکاتی که از طرف شما برایمان جاری شد کارمان گسترش یافت. اولین غذای منوی ما فلافل بود. بعدها آش، سمبوسه و کوکو سبزی هم به منویمان اضافه شد. ما نیتمان در این کار را کمک به گسترش به وگانیسم و ارائه دادن یک وعده غذای وگان به هم نوعانمان قرار دادیم. این کار سختی‌های خودش را داشت، اما به لطف خداوند توانستیم از سختی‌های این کار عبور کنیم. بعد از پیشرفتمان در این کار، من به اینکه چطور میتونیم یک رستوران لاوینگ هات راه اندازی کنیم فکر کردم و از پدرم پرسیدم چه کارهایی برای راه اندازی رستوران لاوینگ هات لازم است. اما او در جواب به من گفت که دخترم، در ایران امکان انجام چنین کاری وجود ندارد. من بسیار ناراحت شدم. آن شب آمدم و در خانه عاجزانه از شما درخواست کردم که هر چه زودتر ایران آزادتر شود و همینطور ما هم بتوانیم به گروه زنجیره‌ای لاوینگ هات بپیوندیم. من بعد از شنیدن پیام مادر زمین که قرار است زمین نابود شود بسیار افسوس خوردم و از خدا خواستم تا به مردم آگاهی دهد تا از خواب غفلت بیدار شوند و وگان شوند و جهان از هم نپاشد. امیدوارم جهانی وگان و پر از صلح و آرامش داشته باشیم. آمین. سپاسگزارم از استاد اعظم چینگ های و تیم سوپریم مستر تیوی که با پخش کردن برنامه‌های مفید و آموزنده در سوپریم مستر تیوی به رشد معنوی و آگاهی ذهن ما کمک می‌کنند. شاگرد همیشه وفادار شما، آدا 14 ساله از ایران. Endearing Ada, such a noble aspiration at a tender age, may your endeavors reach greater heights and benefit the kind-hearted people of Iran in the mighty blessings of Allah. Master sends her warm love to you and your family. Delightful Ada, you have a beautiful heart. It's so touching to feel your silent cry for a better and safer world. Any meal that is prepared with love, compassion, and sincerity is always flavorful. Certainly, your family business will positively influence many by introducing them to vegan food. Meditate diligently, and everything will fall perfectly in its place as God's plan. May peace radiate like a shining star in your soul and the flourishing land of Iran, embracing you and your family with tears and all my love.